چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدین به ویدیو جدید من توی یوتیوب. این ویدیومون در مورد خطرناکترین جاده ایران. خیلی‌ها روزانه از این جاده استفاده میکنن اما نمیدونن چقدر این جاده خطرناکه، چه بسا که اصلا ما هیچ کدوم از جاده‌هامون یعنی فکر نمی‌کنم اصلا جاده داشته باشیم که امن باشه. اما یه سری از این جاده هستن که فوق‌العاده خطرناکن، فوق‌العاده ترسناک هستن. بریم با هم دیگه ببینیم این جاده کجان و این جاده چجورین، چرا بهشون میگن خطرناک. اول اینجا متعلق به جاده کرمانراوره. این جاده یه جاده‌ایه که یه مسیر فوق‌العاده طولانی داره. علاوه بر اون هیچ گونه امکاناتی هم نداره. از این دو مورد خطر حمله حیوانات وحشی درونش وجود داره و اینکه راهزنای خیلی زیادی هم هست. برای همین این جاده بین راننده‌ها معروف شده به یکی از خطرناکترین جاده‌های ایران. دوم این جاده سیاه‌کلده لمانه. این جاده خیلی خوشگله، به خاطر همین خیلی توریست جذب میکنه. اما به پیچ و خم و مه‌آلودای خیلی سنگینی معروفه، مخصوصا توی فصل زمستان خیلی این جاده خطرناک میشه. اگه که میرید برای تفریح به این مناطق حتما مراقب خودتون باشین. سوم این جاده خاش به زاهدانه، معروف به جاده مرگ. علاوه بر خطرات طبیعی مثل شن‌های خیلی شدید که تبدیل به طوفان یا گردباد میشن، به دلیل وجود ماشین‌های زیاد شوتی که از خطرناکترین و پرریسک‌ترین جاده‌های ایرانه. البته بیشتر از نظر حوادث امنیتی این اسمو براش گذاشتن. چهارمین جاده دسفول به سردشت، معروف به جاده وحشت. جاده است. این جاده توی ارتفاعات زاگرسه که به دلیل پیچ‌های خیلی شدیدش و زیادش معروف شده. این جاده علاوه بر اینکه پیچ‌های خیلی شدیدی داره، گاردریل نداره، حاشیه جاده نداره، به خاطر همین خیلی وحشتناکه و اینکه احتمال خطر ریزش کوه و سنگریزه هم داخلش خیلی زیاد وجود داره. برای همینه که از خطرناکترین جاده‌های ایرانه. مورد پنجمی، جاده کندوان به الموت. این جاده معروف به جاده مرگه. یکی از دلایلی که بهش میگن جاده مرگ به خاطر اینه که این جاده خاکی و کوهستانیه و علاوه بر این خاطر نداشتن حفاظهای امنیتی، پرتگاه‌های خیلی عمیق و کم ارگ تبدیل به یکی از ترسناکترین جاده‌های ایران شده. ترسناک نه، وحشتناکترین جاده‌های ایران. جاده اسالم به خلخال. اینا همه جاده‌های توریستی لامصب، یعنی فکر کن خطرناکترین جاده‌های ایران ما باشون به حال میکنیم، میریم تفریح، میگیم پسر چه جاده‌ای بود، چه جایی بود. حالا جاده اسالم به خلخال، جاده به شدت توریستی و زیبا اما به دلیل پیچ‌های خیلی زیاد و مه شدید باعث لغزندگی میشه. برای همین تونسته جزء خطرناکترین جاده‌های ایران باشه. خلاصه که میرید تفریح کلی مراقب خودتون باشید. جاده تهران به آمل. خدایی من اینو یه بار رفتم و خیلی بی‌نهایت زیبا، پر رفت آمدترین بین تهران و مازندرانه. دارای تونل های خیلی متعدد و زیادیه و پیچ های فوق العاده خطرناک. ریزش سنگ، ترافیک های شدید، مه گرفتگی، بارش و هزار تا بلاهای طبیعی توی این جاده ممکنه برای شما اتفاق بیفته، خدایی نکرده. به همین دلیل علاوه بر زیبایی فوق العاده‌اش یکی از خطرناکترین جاده های ایرانه. یه موردیه که خیلی پرطرفدار و خیلی رفت آمد توش زیاد شده بین جوونا مخصوصا. چرا؟ چه جاده‌ای گفتید؟ تهران قم یا قم به تهران. این جاده به خاطر اینکه این فاصله قم تهران کمه، اکثرا مورد استقبال جوونا شوتیا قرار گرفته. توی این جاده میرن کورس میذارن، رکورد میزنن، با هم دیگه کلکل میکنن، ویدیو میگیرن. صورت رانندگی خیلی وحشتناکشون بدون استثنا 220 بار پر میکنن، هیچ کدومشون پشت فرمون نمیشینن و به همین دلیل جدیدن یکی از خطرناکترین جاده‌های ایران شده. یه سری اتفاقا هم توی این جاده افتاده، متاسفانه یه سری کشتار داده. من ویدیوش براتون میذارم، خیلیاتون با این جاده آشنا هستید و با اینکه جدیدن چه اتفاقایی توی این جاده میفته یا مردم چی کار میکنن. خلاصه که خیلی مراقب خودتون باشید. اصلا تحت تاثیر این قضیه سعی کنید قرار نگیرید. حتی اگه بهترین راننده هم هستید سعی کنید که این کارا رو نکنید، چون که جون مردم به خطر میندازید. خلاصه که یه سری از این کورسای خیلی وحشتناکی که توی این جاده رخ داده رو من براتون میذارم، حتما ببینید. واقعا من صحبتی ندارم، من حرفی ندارم بزنم راجع به این موضوع. جاده چالوس، خاطرات شما. جاده چالوس یکی از معروف‌ترین جاده‌های ایرانه و فکر می‌کنم خوشگل‌ترین جاده ایران این جاده است.
ریزش کوه، پیچ‌های خطرناک، ترافیک فوق سنگین، فصل زمستان فوق‌العاده لغزنده و خطرناک است و خطر ریزش بهمن هم توی این جاده وجود داره. مراقب خودتون خیلی باشید، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم، میبوسمتون. توی ایران هیچ جاده امن و سیف نیست، خیالتون راحت باشه. هر جاده‌ای که میرید مراقب خودتون باشید، کمربندتون ببندین، چیزای ایمنی رو رعایت بکنید. دیگه نیازی نیست من بگم، خودتون استادید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، بای بای.